لایحه جنجالی و پرسر و صدای دولت فرانسه مربوط به مهاجران در اولین روز بحث و بررسی در مجلس رد و با ناکامی سنگین برای دولت روبرو شد. این لایحه قبل از شور و بررسی در صحن عمومی با پیشنهاد برخی نمایندگان مبنی بر رد آن به رأی گذاشته شد که با 270 موافق در مقابل 265 مخالف به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید. با این شکست دولت که اکثریت را در مجلس در اختیار دارد اولین ضربه فنی را در راستای قوانین مهاجرت متحمل شد. L'immigration est une des grandes questions de notre temps. مهاجرت مشکل بزرگ زمانه ما و مسئله‌ای که به همه مردم و همه نقاط کشور مربوط میشه. پس باید قوانینی به اجرا در بیاد که در راستای حاکمیت و منافع ملی ما باشه. وزیر کشور پس از این ناکامی در مجلس راهی کاخ الیزه شد و استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد، هرچند مکرون با آن موافقت نکرد. بحران سیاسی ناشی از رد لایحه مهاجرت در فرانسه از روز گذشته تا کنون زلزله‌ای را به راه انداخته و چندین نشست بحران با حضور رئیس جمهور و اعضای کابینه تشکیل شده است. باید بگم در 15 سال گذشته این مشکل کماکان وجود داشته، چرا که احزاب و دولتمردان به موضوع مهاجران به عنوان ابزار و برگه بازی‌های سیاسی خودشون نگاه می‌کنند. حالا امانوئل مکرون رئیس جمهور به دولتمردان خود مأموریت داده تا گزینه‌های مختلف را برای به جریان انداختن دوباره لایحه مهاجرت بررسی کنند. در لایحه رد شده به کنترل بیشتر ورود مهاجران، دادن تسهیلات بیشتر به برخی مهاجران برای ادغام در فرهنگ فرانسه و همچنین اخراج مهاجران بدون هویت پرداخته شده بود. حالا مکرون نماینده‌های مجلس رو تهدید کرده که بدترین بازی رو شروع کردید. این اولین بار در 25 سال اخیره که لایحه دولت فرانسه در مجلس این کشور در روز نخست رد میشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.